محترم جناب نریندرا مودی سروازیر جمهوری هندوستان، عالی جنابان، خانم ها و جنابان، پیش از همه میخواهم به حکومت هندوستان برای برگزاری این چهارمین مهم سامیتی سیوم صدای جهان جنوب عرض سپاس نمایم. ما نشست امروزه را زمینه مشاهد برای محاکمه سازنده جنبه‌های گوناگون روند رشد استوار و دیگر مسائل مبرم جهان معاصر می‌دانیم. در واقع همه منطقه‌های دنیا با شمول جهان جنوب امروز بنابر تاثیر ناگوار تغییریاب اقلیم، نارسایی غذا، افزایش اهالی، قرض‌های مالیوی، نابرابری و مناقشه‌ها در یک مرحله دشوار قرار دارند. محض از این رو منطقه فراخ جنوب جهت مقاومت و خف و تهدیدهای نامبرده مطابق شوی با آنها و مدیریت استوار ذخیره‌های طبیعی و عملهای مشترک فوری و تدبیرهای دیگر ضروری نیاز دارد. حاضرین محترم، طی 5 سال اخیر ما پیوسته شاهد سال و ماه‌های گرمترین در سیاره گشته ایستاده‌ایم. طبق گزارش کارشناسان، ایول سال 2024 همچون ماهی گرمترین در تاریخ مشاهده ها ثبت شده. این سال نشان دهنده بلندترین در این ضمن به قید گرفته شد. این روند از آن شهادت می‌دهد که احتمالاً چند سال آینده ما شاهد باز دیگر رقم‌های رکوردی وابسته به بلندشوی حرارت هوا گردیم. جمهوری تاجیکستان که 93% قلمرو آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، از لحاظ تأثیر پیامدهای تغییریابی اقلیم یکی از کشورهای آسیب پذیر جهان جنوب به شمار می رود. کشور ما همه ساله با آبخیزی، سیل و دیگر آفتهای طبیعی روبرو می گردد که از آن خسارات زیاد مالی و در بسیار موردها تلفات جانی می بیند. با نظرداشت این، حکومت تاجیکستان با مقصد پس کردن تأثیر منفی تغییریاب اقلیم به ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم را تا سال 2030 تطبیق می نماید. حاضرین گرامی، تاجیکستان 98% برق خود را از حساب ذخیره‌های هیدروانرژتیکی یعنی از منبع‌های برقرار شونده استحصال می کند. از روی فائض تولید انرژی سبز ما در جهان جای ششم را اشغال می نماییم. ما تصمیم گرفته ایم که این نشان دهنده را تا سال 2032 به 100% رسانیم، یعنی تولید نیروی برق را پرره از حساب ذخیره‌های انرژی سبز برآورده تاجیکستان را تا سال 2037 به کشوری سبز تبدیل دهیم.
تمایل دیگری تهدید آور که امروز باعث نگرانی جامعه جهانی گردیده است، آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و کاهش ذخیره‌های آب می باشد. قابل ذکر است که طی چند ده ساله آخر از 13,000 پیریخ کشور ما زیاده از 1,000 آن پره آب شده است. این در حال است که پیریخ‌های تاجیکستان منبع اساسی تشکل یافتن تا 60% ذخیره‌های آب منطقه آسیای مرکزی می باشند. محض به همین خاطر تشبث تاجیکستان آید به اعلان کردن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها دستگیری همه جانبه یافت. طبق قطعنامه دخلدار مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال آینده 21 مارس همه ساله همچون روز جهانی پیریخ‌ها جشن گرفته می شوند. همزمان با این در اساس قطعنامه مذکور تاجیکستان در سال 2025 از کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها میزبانی خواهد کرد. وابسته به این می خواهم از همه شما دعوت نمایم تا در این همایش بین المللی فعالانه اشتراک نمایید. خانم‌ها و جنابان، تاجیکستان هم با وجود آنکه دارای ذخیره‌های فراوان آب تازه می باشد، با مشکلات مربوط به آب توجه پیوسته ظاهر می نماید. پشتیبانی اقدام‌های تاجیکستان آید به مسائل آب و اقلیم از جانب جامعه جهانی توسط 10 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجسمگر نقش فعال و کلیدی کشور ما در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم در سطح بین المللی می باشد. این قطعنامه ها جهت رسیدن به هدفهای گلوبالی هم آهنگ شده در ساحه آب که از جمله در روزنامه 2030 آید بر رشد استوار درج گردیدند زمینه سزاوار گذاشتند. از این لحاظ موضوع ذخیره‌های آب، استفاده عاقلانه و استوار آنها یکی از سمت‌های مهم سیاست دولت ما معین گردیده است. حاضرین محترم، رشد استوار آینده همزمان با پایداری صلح و ثبات در پهنای عالم مستقیما ربط می‌گیرد. متاسفانه منطقه‌های گوناگون جهان معاصر را موج ناآرامی‌های خطرزا و نزاع‌های مسلحانه فرا گرفته، شدتناکی گیاه‌سیاسی به سطح بی‌سابقه بلند خود رسیده است. این حالت در برابر خطر و تهدیدهای دیگری امنیتی، ثبات سیاسی و وضع اقتصادی و اجتماعی کشورها را جداً نااستوار گردانیده میتواند عاقبت‌های زیاد منفی دراز مدت را به بار آورد. در این ردیف وضع فاجعه بار فلسطین امروز باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. ما جانب‌ها را برای آتش بس فوری
و مذاکرات مسئولیت آمیز دعوت می نماییم. تاجیکستان بر آن نظر است که تطبیق قطعنامه‌های سازمان ملل متحد وابسته به تأسیس دولت مستقل فلسطین یگانه راه مؤثر حل این قضیه می باشد. عین زمان احتمال پهن شدن علنگه این نزاع به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه جای دارد. در رابطه با این جامعه جهانی را لازم می آید که برای پایدار نمودن صلح استوار در فلسطین اقدامات مؤثر اندیشد. حاضرین گرامی، اطمینان دارم که نتیجه های سمیت امروزه برای بررسی فراگیر نگرانی های جهان جنوب در دایره چاره‌بینی های دیگر سطح بین المللی از جمله سمیت آینده سازمان ملل و کنفرانس 29 طرفهای کنونسیون سازمان ملل متحد آید به تغییریابی اقلیم در شهر باکو زمینه باسزا گذاشته این مسائل را مورد توجه مخصوصی جامعه بشری قرار خواهند داد. تشکر.